ما امشب تا صبح چشم نپوشیده برآمد دلشاد نظرов رو از پخش مستقیم ریو دی ژانیرو تماشا کردیم و باور کنید وقتی که دلشاد نظرов در مرحله نیمه نهایی در گروه خود جای سوم رو اشغال کرده بود، بسیار حریفان پرقوت داشت و باوری داشتم که دلشاد نظرов در این مسابقه سزاوار مدال میگردد، لیکن با اون درجه که سزاوار مدال طلای بازی های المپی میگردد باوری نداشتیم و خیلی هم خرسند شدیم و اون حسیات هایی که ما بعد غلبه دلشاد نظرов حس کردیم به فکرم نیمی مردم تاجیکستان هم از این حسیات ها با خبر میباشند. تاریخ جوانمردوی خود رو دارد و ما با رستم افتخار داشتیم. از خودشون ما سال 1975 جهان پهلوان سعید مومن رحیمов توانست چمپیون جهان شود و بینیم که رسو 45 سال بعد توانست در فضای صاحب استقلالی وطن عزیزمون تاجیکستان باز جوانمرد تاجیک ورزشگری مشهور دلشاد نظرов پرچم ملی جمهوری تاجیکستان رو بلند برداشت و امروز خرسندی تمام مردم شریف تاجیکستان عد و کنار ندارد. بار دیگر تاکید میکنم که خدا اون ملت رو سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت، به اون ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. در حقیقت امروز در تاریخ ورزش تاجیک بو صحیفه نو باز شد و امروز تاجیکستان در عرصه جهانی معرفی گردید و این مدال طلای دلشاد نظرов برای تمام مردم شریف تاجیکستان همچون یک تحفه ارزنده هست و من باوری کامل دارم که امروز در وجود تمام نورسان و جوانان یک حس خودشناسی، یک حس وطندوری، یک حس ملی بدون میگردد و شماره مدال‌های طلا از این در المپیادهای آینده زیادتر و ملت تاجیک در عرصه بین المللی معرفی میگردد. باوری کامل داشتم برای که ما بسیار ما خلق تاجیک بسیار خلق با فرهنگ هستیم، خلق با تمدن هستیم، بسیار ملت دوستدار هستیم و باوری کامل داشتم که ما در بین ما ملت تاجیک جوانمرد یا میشد که پرچم بردار ملت تاجیک گردد. من شخصا همچون یک فرد هستم باز هم بسیار فخر میکنم. باوری داشتم که دلشاد نظرov جایهای نمایان رو اشغال میکند. باوری نداشتم که جای یکم، ولی امید داشتم که جایهای نمایان دوم سوم، ولی جای یکم رو اشغال کردنش خیلی باعث خوشبختی است. البته این مدال نه تنها به دلشاد نظرov با کل تاجیکستان تعلق دارد، با تمام مخلصان دلشاد نظرov، با تمام کسانی که ورزش را جانبداری مینمایند.